من نظرم این است که باید تلاش کرد که هر چقدر امکان دارد دست حکومت ها را از جشن ها، از عید ها، از مراسم ها و زندگی طبیعی مردم باید کوتاه‌تر کرد. شما نمیتونید دیگر یک زادروز فرزند، تولد، جشن گهواره‌بندان، حتی یک مراسم یادبود پدر و مادر، توی مراسم را بدون شرکت یک نفر از حکومت انجام بدهید. در تاجیکستان امروز اگر انسان یک پیاله چای میخواهد بنوشد، تصور میکند که انگشت یک کارمند تنظیم الکی در درون این پیاله چای انداخته شده است و دیگر مزه اون را آدم نمیفهمد. مسئله دیگری که میخواستم نظرم را بگم این از حد زیاد سیاسی و حتی حکومتی کردن ارزش است، از اون جمله جشن نوروز. طول تاریخ کم نبود که حکومت ها و حاکمان آمدند جشن نوروز را که جشن واقعا مردمی هست، ملی هست، انسان ها و مردم اون را از اول صاحب بودند و تا امروز در این 4000 سال حمایت کردند در مقابل همه حکومت ها و حاکم ها و افکار و اندیشه های گوناگون و حتی در زمان شوروی هم بلشویک ها این را میخواستن از بین ببرند. باز حکومت نه، همون مردم آمد حمایت کرد. اما بارها بود که حکومت ها، حاکمان آمدن از آن این را موج سواری کردن، سوار شدن، مثل حتی در زمان ساسانی ها هم، در زمان مثلا در ایران حکومت های صفوی، قاجار و حتی خاندان پهلوی هم تبدیل دادن این جشن رو به جشن دربار و امروز رحمانوف هم نوروز مردمی را تبدیل داده است به یک جشن حکومتی، جشن خانوادگی دربار و مردم ها باید نوروز را که طول 4000 سال جشن می گرفتند باید امروز طبق قانون‌های رحمانوف تنظیم و امثال اینها جشن بگیرد که من فکر میکنم که این واقعا هم ظلم نسبت این جشن نوروز است و هم اون را کمرنگ میکند، اون مردمی و طبیعی بودن آن را کمرنگ میکند، تبدیل میکند به جشن‌های دیگر مثل جشن استقلالیت، جشن حالا وحدت، سال نو و مثل اینها. و من نظرم این است که باید تلاش کرد که هر چقدر امکان دارد دست حکومت ها را، فرق ندارد چه این حکومت تاجیکستان است یا جای دیگر، از جشن ها، از عید ها، از مراسم ها و زندگی طبیعی مردم باید کوتاه‌تر کرد. حالا حکومت تاجیکستان خیلی تلاش میکند که نه تنها در جشن ها و عید ها بلکه در حیات روزمره خانوادگی مردم، شخصی مردم هم دست خودش را بخلاند. شما نمیتونید دیگر یک زادروز فرزند، تولد، جشن گهواره‌بندان، حتی یک مراسم یادبود پدر و مادر، توی مراسم را بدون دخالت حکومت، بدون شرکت یک نفر از حکومت انجام بدهید. و یک دوستم چند پیش گفت که در تاجیکستان امروز اگر انسان یک پیاله چای میخواهد بنوشد، تصور میکند که انگشت یک کارمند تنظیم الکی در درون این پیاله چای انداخته شده است و دیگر مزه اون را آدم نمیفهمد. یا در حیات شخصی در اتاق خوابت انسان تصور میکند که یک کارمند تنظیم یک کامرا و دوربین حکومت هست و اون مزه و اون شیره زندگی و جشن ها را از حیات مردم حکومت دارد میگیرد. و حالا هم مثلا من شنیدم که باز در همین شب روز کرونا ویروس در مرکز دوشنبه یک سبزه بزرگ را اونجا گذاشتن تا این مردم بیان از ده ها، از همه جا اون سبزه، اون سمنک بزرگ را گویا تماشا کنن. حالا اون سبزه صنعی است، طبیعی هست، نمیدونم. و حکومت با همون بیماری که گرفتار است، بیماری که همه چیز را کلان نشان بدهد، چایخانه کلانترین، پرچم کلانترین، ارچه کلانترین، حالا سمنک یا سبزه کلانترین، دیگی از همه کلانترین، آشی از همه کلانترین. و این یک کامپلکسی، روسا میگن کامپلکس نیپالناتسین است، کامپلکس خودکمبینی که دارن، میخواهند با این پروژه ها و طرحهای بزرگ بپوشانن و همه چیز را قربانی میکنن. همه فرهنگ را قربانی این جشن‌های بزرگ، کتاب ها را قربانی کتابخانه بزرگ و تئاتر را قربانی تئاتر بزرگ و جشن نوروز را هم قربانی این سبزه و گل و اینهای چاربینی های بزرگ میکنن. در صورتی که در چنین شرایط کرونا ویروس و همون طوری که طول 1000 سالها ملت تاجیک در دهه ها مردم خودشون جدا از هم در یک حالت خیلی پرجوش و خروش این جشن ها را برگزار میکردند و تا امروز آمد. حالا حکومت داره در همه جا دست خود را
وارد میکند که به نظر من این کار درست نیست و باید حکومت دنبال کارهای خودش باشد. اصلا در یک زمانی معاصر وظیفه حکومت ها معلوم است، این برگزار کردن جشن و سبزکاری و اینا کارهای مردم خودشان است. حکومت باید که معاش خوب تامین کند، راههای خوب بسازد، جای کار پیدا کند که مردم مهاجر نشوند، مردم گریزه نشوند و نه اینکه بیاید تمام این وظیفه های حکومتی را کنار بگذارد، فقط به رقص و بازی و به برگزاری مراسم ها مشغول شود، از طرف دیگر درون دیگ و طبق مردم را بکاود که در اونجا مردم چی میپزند و چی میخورند. و نکته از همه مهم همدیران عزیز این است که در این شب روز که ما همه جشن داریم و نوروز را پیشواز میگیریم، دو گروه از هموطنان ما هستند که متاسفانه در این جشن به اون طوری باید شاید ما را همراهی نمیکنند و ما باید تلاش کنیم که در نوروزهای بعدی، در عیدهای بعدی اونها هم در کنار ما، در کنار خانواده ها باشند. گروه اول این زندانی های ما هست. ما حالا یک نزدیک در مجموع قریب 10,000 زندانی داریم که قسم زیادش در داخل تاجیکستان، یک قسمش در روسیه، در کشورهای دیگر زندانی هستند و اکثریت بیگناه و امروز نمیتوانند نوروز رو جشن بگیرند و ما باید تمام تلاش خود را کنیم که در نوروزهای بعدی این برادران، این مظلومان در کنار خانواده ها باشد و جشن نوروز را، عیدهای رمضان و قربان را با خانواده هایشان باشند. گروه دوم این مهاجران ما هست. البته نه همه مهاجران ما در خارج، در اروپا، در روسیه، در ترکیه زندگی بد دارند. شاید بعضی ها خیلی زندگیشون از داخل کشور خوبتر باشد، اما اکثریت مهاجرین یا در وگان ها زندگی میکنن، یا در جنگل ها هستند، یا در منزله هستند که خیلی تحت فشارن. از این طرف کرونا ویروس، از این طرف نبود جای کار، نمیدونن آینده چی میشود، در وطن جای کار نیست، اگر برگردن ده ها مشکلی هست، از حبس شروع کرده تا بیکاری و مشکلات خانوادگی. ما هم باید مسئولین تلاش آن را کنیم که این هموطنان مهاجری ما هم بتوانند نوروزشان را در همه جا با خرسندی، با شادی پیشواز بگیرند و از همه بهترش در وطن. و باید برای آنها جای کار پیدا کرد. باید حکومت یک برنامه خوبی را برای برگرداندن همه مهاجرین و تامین جای کار در وطن راه اندازی کند و اگر نمیتواند کرده حتما بداند که این مردم دیر یا زود و از آن جمله ما در پیمانی ملی تاجیکستان و دیگر نیروها این برنامه را داریم که باید هر چه زودتر تمام این مهاجرین را به وطن برگردان تا اینکه در پهلوی خانواده و در پهلوی نزدیکانشان باشند. و در آخر میخواستم یک نکته را اینجا بیان کنم، همچون خلاصه این صحبتم، که از آنه که ما میایم اختلاف میاندازیم و دنبال مسائل های اختلافی میگردیم، بیایم این جشن ها و این عیدها را تبدیل به جشن ها و عیدهای وحدت واقعی ملت تبدیل بدهیم و اینها را از حد زیاد سیاسی نکنیم. تلاش نکنیم که اینها را در اختیار کدام گروه در اختیار خود بگیرد، مونوپول کند. یک گروه بیان بگن که عید رمضان و قربان از مذهبی ها هست، شما با اون کاردار شوید، شما هیچ ربطی به نوروز ندارید و این جشن ما است. نه، هم عید قربان و هم عید رمضان، هم جشن نوروز، جشن وحدت، جشن استقلالیت، اینا مال ملت ها هستند، مال همه مردم هست. این به هیچ حکومت، به هیچ حزب، به هیچ گروه ربط ندارد که بیان مونوپول کنند و اختلاف اندازند. و من دعوت میکنم از همه هموطنان که از این به بعد دیگر تلاش کنیم که در عرفه این گونه جشن ها به جای بحث های حرام و حلال، به جای بحث هایی که این مال کی است و با کی تعلق ندارد، بیایم درباره وحدت ملت، تبریک یکدیگر و همزیستی و همکاری مصالحت آمیز صحبت کنیم.